ایستادگی مردم سوریه در قیام موجب کنار رفتن خط مماشات شد. در همین رابطه گفتگویی داشتیم با آقای شیخ احمد حمید الاسعد ملهم، عضو شورای ملی سوریه. از ایشون سوال کردیم که چطور شد طرح مماشاتگرانه ناظران شکست خورد و موضوع سوریه به شورای امنیت رفت و اینکه رژیم ایران چه واکنشی در این مورد خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. انا احمد حماد الاسعد الملهم من قبيلة الجبور ومن محافظة الحسكة وعضو المجلس الوطني السوري. من احمد حمید اسعد الملهم از قبیله جبور و از استان حسکه از شورای ملی سوریه. واقعیت این است که هیئت اتحادیه عرب به سوریه فقط به منظور خریدن وقت برای بشار اسد و دستجات مسلحش بود. این بیشترین کاری بود که اتحادیه عرب توانست بکند و الحمدلله این وقت خریدن با پایداری و مقاومت مردم سوریه در برابر بشار اسد به شکست کشانده شد. در مورد ایران ما صحبت از رژیم آخوندی می‌کنیم و مردم ایران هم از همان دردی رنج می‌برند که مردم سوریه و خواسته و تلاشمان هم یکی است. مردم ایران خواهان آزادی و دموکراسی هستند و یک حکومت کثرت‌گرا که بر اساس دموکراسی و آزادی بنا شده باشد. بالنسبة لإيران وللأسف طبعا أنا أتكلم عن نظام الملالي، نظام الحكم في إيران، لأن الشعب الإيراني يعاني كما يعاني الشعب السوري. نحن همنا واحد. الشعب الإيراني يطالب بالحرية والديمقراطية ويطالب بدولة تعددية، دولة قائمة على الديمقراطية والحرية. سوال دوممون این بود که از نظر ایشون فرو ریختن دیکتاتوری بشار اسد چه پیامدهایی برای رژیم ایران خواهد داشت؟ اولا احب ان احيي الجيش السوري الحر على ثورته وتحريره لمدن ريف دمشق ووصوله الى قصر بشار الاسد وهز اركانه. دوست دارم که درود بفرستم به ارتش آزادی سوریه به خاطر آزاد کردن ریف دمشق و رسیدن به نزدیکی قصر بشار اسد و به لرزه درآوردن ارکانش. اما تأثیری که این پیشروی‌ها بر رژیم ایران می‌گذارد این است که این رژیم را در برابر اپوزیسیونش تضعیف می‌کند. اپوزیسیونی که توسط قرارگاه اشرف و اشرفیانی که آنجا هستند نمایندگی می شود و همچنین ایرانیانی که در کشورهای مختلف جهان در تبعید به سر می برند. محدود شدن توان رژیم ایران با آنچه که در ایران و فقط در ایران در اختیار دارد و از دست دادن توان مانوری که در استفاده از رژیم سوریه و حزب الله دارد مردم ایران را به سرنگونی رژیم آخوندی تواناتر می کند. ما خواستار این نیستیم که هواپیماهای غربی ایران و حتی مراکز اتمی آن را بمباران کنند. من شخصا امیدم به خانم مریم رجوی و فرماندهی شهر اشرف مخالفان رژیم ایران هست که جنبش در ایران را هدایت می کنند و از این روست که یک دولت مقتدر می تواند در تهران برپا شود و سایه جنگ را که ما خواستاران نیستیم از ایران دور کند. أنه لو كانت السيدة مريم رجوي ومثقفين وقيادات مخيم أشرف والمعارضة الإيرانية تقود الحراك في طهران فهذا سيجعل من إيران دولة قوية وسيبعد عنها شبح الحرب التي لا نتمناها. در اینجا میخواهم به ساکنان آزاده و شریف شهر اشرف که در برابر رژیم آخوندی ایستادگی میکنند پیام بدهم و بگویم که پایدار بمانید. ما ظلمی را از سوی مالکی و دستجات مسلحش با آنها وارد می شود احساس می کنیم. همان کسی که رژیم ایران تحت فشار قرارش داده تا اشرفی ها را اخراج کند یا به ایران مسترد کند تا رژیم ایران این افراد شریف را که مخالف خودش هستند اعدام کند. ولی ایستادگی و ثبات قدم شما مایه برقراری آزادی در ایران آینده و برپای دموکراسی در آن خواهد بود. ما فشاری را که شما از سوی دولت مالکی تحمل می کنید می دانیم و می توانیم بگوییم که آن ظلمی را که شما با آن مواجه هستید همان ظلمی است که برادرانتان در سوریه هم با آن مواجه هستند و به یاری خدا به زودی رژیم بشار اسد سرنگون خواهد شد و این به سرنگونی سریعتر رژیم آخوندی راه خواهد برد. دولت مالکی عامل شر بزرگی در عراق و شر بزرگی در میان اقوام مختلف عراق است و آرزو می‌کنم که انشاءالله شما در برابر ظلم و طغیان پایدار باشید. سكان مخيم ومدينة أشرف الأحرار الشرفاء الذين يقاومون نظام الملالي في طهران أقول لهم ابقوا صامدين.